روز بخیر بینندگان عزیز آزادی. برنامه نوید بامدادی است از رادیوی آزادی با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. مولا رجب یوسفی هستم. دوام 10 دقیقه دیگر همراه شما. امروز 19 مارس است و ساعت در دوشنبه 11. سرخط خبرها: دلشاد نظرов را به بازی‌های المپیک توکیو راه نمی‌دهند. خودی او این را ناحق خواند. به درختان قد راه در باختر چکن و اطلس پوشاندند. و دادستان بدخشان از سنجش مکتب‌ها پشتیبانی کرد. اداره معارف آن را دخالت نامید. دلشاد نظرов گرزانداز معروف تاجیک و قهرمان المپیاد سال 2016 نمی‌تواند برای حفظ عنوان قهرمانیش در بازی‌های امساله المپیک در توکیو اشتراک کند. The Athletic Integral Unit، نهاد مستقل مبارزه با پدیده‌های منفی در ورزش سبک، روز 15 مارس او را با گناه استفاده از دوپینگ 2 سال از حق اشتراک در مسابقه ها محروم کرد. این دوره از 24 سپتامبر سال 2019 حساب کرده می شود. دلشاد نظرov 38 ساله قبلا اتهام استعمال دوپینگ را تحقیرآمیز نامیده گفته بود تمام تلاش را به خرج خواهد داد تا همه گمان ها رفع شود، ولی شام 18 مارس در اظهارات تازه گفت نسبت به آن ناحقی کردن. طور میدانه در 1.5 سال اخیر برای برقرار کردن نام نیک مبارزه بردم. متاسفانه تمام تلاش های روحی، جسمی و مالی من بیهوده بود، ابراز داشته است او. سازمان The Athletic Integral Unit میگوید تفتیش دیگر باره دوپینگ در مسابقات قهرمانی جهان در سال 2011 در کره جنوبی در نمونه دلشاد نظرov مواد ممنوع DHSMT را آشکار کرد. وی در این مسابقات جای دهم را گرفته بود. حالا نتیجه های به دست آورده دلشاد نظرov از ماه اوگوست سال 2011 تا اوگوست 2013 بیکار کرده شده. او به بازی های توکیو که باید 23 ایول امسال شروع شوند اجازه داده نمی شود. دلشاد نظرov در المپیاد سال 2016 در ریو دی ژانیرو عنوان قهرمانی گرفت و به تاجیکستان مدال المپی آورد. پیروزی او را در داخل خارج ستایش کردند، اما اتهام استفاده از دوپینگ همانطور که خودش میگوید او و مخلصانش را در غفلت گذاشت. و شام 18 مارس گفت درک کردم که حضور من در المپیاد توکیو برایشان موافق نیست. بنابراین تا 24 سپتامبر سال 2021 از حق اشتراک در بازی ها محروم کردند. آنها این حق را از من گرفتند، اما من مثل پیشینه قهرمانی بازی های المپیک سال 2016 در ریو دی ژانیرو هستم و مدال طلا در خزینه منتخب جمهوری تاجیکستان محفوظ است. در شهر باختر مرکزی ولایت ختلان به تنه درختان سری راه چکن و اطلس پوشاندند. مقامات محلی تا هنوز سبب رفتار خود را شرح ندادند، ولی ظاهرا این یک بخش آمادگی به جشن نوروز و همزمان سفر رئیس جمهور به منطقه است. یک یاور پرزیدنت به ازیا پلوس گفته است امام علی رحمان روز 22 مارس به ختلان می رود و آن را سفری کاری نامیده است، نه سفر جشنی. اطلس و چکن را که همچون لباس ملی اعتراف شدند اساساً بانوان در ایام بهار به بر میکنند. حالا نرخ میانه 1 متر اطلس در بازارهای تاجیکستان تقریباً 50 سومانی است. پیشواز منصبداران در منطقه‌های تاجیکستان سال به سال به یک معرکه پرخرج و پرتشویش تبدیل می‌یابد. منتقدان چنین پیشوازگیری‌های با دبدبه را نوعی از شخص پرستی می‌دانند، اما مقامات سطح عالی آن را کار منصبداران محلی و مقامات محلی در نوبت خود کار اختیاری و یا صمیمیت مردم می‌دانند. تفتیش های پی در پی ماموران دادستانی در مکتب های شهر خاروق باعث به بحث و واکنش های زیاد شد. پرویز عارفزاده دادستان ولایت مختار کوهستان بدخشان روز 18 مارس در نامه به رادیوی آزادی از سنجش کارمندانش پشتیبانی کرده آن را قانونی دانست، در حالی که مسئولان ریاست معارف ولایت آن را دخالت بی‌مورد نامیدند. روز 13 مارس سامانه پمیردیلی در گزارش نوشت آموزگاران شهر خاروق مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان از تفتیش های زیاد کارمندان دادستانی ناراضی هستند. چندی از آموزگاران از خاروق و گوشه های دیگر تاجیکستان روز 16 مارس به رادیوی آزادی نیز گفتند که ماموران دادستانی زود به مکتب ها مهمان شده باعث به ناراحتی آنها می‌گردند.
پرویز عارفزاده دادستان ولایت در نامش بر رادیوی آزادی نگاشته است هدف آنها از سنجش، حمایت از خوانندگان و افشای قانون شکنی ها است. او ادعای یک آموزگار را از شهر خاروق که گفته است وقتی مفتشان می آیند معلم دست و پا می خورد و نمی تواند درست درس دهد را نشانه به درس آماده نبودن بعضی از آموزگاران دانسته است. این در حالی است که مسئولان ریاست معارف ولایت بدخشان در نامه بر رئیس شهر خاروق گفتند سالهای اخیر سنجش‌های بمورد و بی‌مورد و دخالت به فعالیت مؤسسه‌های معارف از جمله مؤسسه‌های تعلیمی از جانب ساختارهای دیگر به نظام تعلیم و تربیه خلل جدی رسانیده و پیشرفت و بهبودی ساحه معارف مانع ایجاد می‌کند. نسخه نامه را خبرگزاری ازیا پلوس روز 17 مارس نشر کرد. شکایت آموزگاران از تفتیش‌های زیاد تنها به ولایت بدخشان محدود نمی‌شود. چند آموزگار از ولایت ختلان و ناحیه‌های تابع مرکزی تاجیکستان نیز در صحبت با رادیوی آزادی گفتند از تفتیش‌های پیاپی کارمندان نهادهای قدرتی خسته شدند. ایالات متحده، روسیه، چین و پاکستان در یک جایگی جانب‌های درگیر افغانستان را به آتش‌بس فوری دعوت کردند. اظهارات مشترک چهار کشور در حال صدا داد که تا فرصت نهایی بیرون رفت نیروهای آمریکا از افغانستان پس از تقریباً 20 سال ورودی آنها همگی 6 هفته دیگر مانده است. در این نقطه چرخش چهار کشوری ما جانبها را به گفت و شنید و صلح دعوت می‌کنند که باید به جنگ زیاده از 40 ساله افغانستان خاتمه دهد. آمده است در اظهارات مشترکی که پس از انجام گفت و شنید در مسکو روز 18 مارس نشر شد. در این اظهارات از طالبان و نیروهای حکومتی خواسته شده است که از خشونت جلوگیری کنند و به اعلان هجوم دوره بهار و تابستان راه ندهند. در آن همچنین گفته می شود که با رسیدن به صلح و سازش چهار کشور پشتیبانی سیاسی و اقتصادی افغانستان را تقویت خواهند داد. مراد از گفت و شنید مسکو این بود که به مذاکرات بین حکومت افغانستان و طالبان که ماه سپتامبر در قطر سر شد جان تازه دمیده شود، اما پس از اتهامات حکومت که شورشیان برای قطع خشونت تلاش خیلی کم دارند به نتیجه ماند. در این نشست اعضای حکومت افغانستان، هیئت مذاکره کننده این کشور، مقامات طالبان، اینچنین نمایندگان روسیه، چین، پاکستان و ایالات متحده آمریکا شرکت داشتند. روزهای 20 و 21 مارس در مؤسسه دولتی نوروزگاه دوشنبه مسابقه جمهوری گشتین ملی بخشیده به عید بین المللی نوروز برای دریافت جام پایتخت 2021 دایر می‌گردد. در این مسابقه شرکت پهلوانان از مناطق مختلف کشور در نظر است. غالبان با جایزه‌های مالی مکافاتانیده می‌شوند. پهلوانان زورترین با جام پایتخت 2021 و شاه جایزه ماشین‌های سبک‌رو سرفراز می‌گردند. روز 24 مارس در نوروزگاه اینچنین مسابقه کشاد عاید به پایگاه اسب دوانی بخشیده به عید بین المللی نوروز برای دریافت جام پایتخت 2021 با جلب اسب سواران از شهر و نواحی جمهوری دایر خواهد شد. به غالبان جایزه‌های مالی سپرده می‌شود. طبق قرار رئیس شهر دوشنبه برای گذرانیدن مسابقه‌های گشتین ملی و اسب دوانی از بودجه شهرداری بیش از 185,000 سامانی مبلغ اختصاص داده شده است. جشن نوروز در تاجیکستان عیدی رسمی است و به خاطر آن ساکنان 4 روز استراحت می‌کنند. بانک ملی تاجیکستان قرب اسعار خارجی را در برابر سامانه برای امروز 19 مارس چنین تعیین کرده است. بیننده های عزیز، برنامه نوید بامدادی بود با آخرین خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان. اطلاع از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی و صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید و با ما بودن را فراموش نسازید. نظر و پیشنهادهای خود را حتما به ما نویسید. تا هفته آینده خدا نگهدار شما باشد.